چطور یک زن پادشاه کاپیتانا رو به یک خائن تبدیل کرد؟ وین بریج از ساوثهمپتون تو سال 2004 به چلسی انتقال پیدا کرد. تو چلسی اوج گرفته بود و با گلی که زده بود باعث شده بودش که آرسنال از چمپیونز لیگ حذف بشه. تو همون سال وین بریج تونسته بود مخ پرونسل رو بزنه و باهاش ازدواج کنه. بریج که توی چلسی اوج گرفته بود با جان تری رفاقت صمیمی پیدا کرده بود و اونو همش به خونش دعوت میکرد. ولی تو سال 2009 بریج از همسرش و چلسی جدا شد و به منچستر سیتی پیوست. جان تری هم از این حرکت عصبانی شد و چند باری به ملاقات همسرش توی خونش رفت. خیلی اون زمان میگفتن که جان تری خلیفه‌شو به بغداد رسونده، اما پرونسل گردن نگرفت و گفت جان تری داداشیمه. بریج هم قبل بازی با چلسی به جان تری دست نداد و کیرش کرد. اما رسانه و مطبوعات دست از سر تری بر نداشتن و انقدر این دودول بازی رو گنده کردن که کاپلو و مقامات فدراسیون فوتبال انگلیس کاپیتانی تیم ملی انگلیس رو از تری گرفتن. تری که زمانی پادشاه کاپیتانا بود الان بین خیلیا یه خیانتکار شل ناموسه.